جایزه اعتماد و صحنه دعوت میکنیم دلیر امامعلی. برام تا دیروز غیر انتظار بود. دیروز خبریم که جایزه اعتماد برات داده میشد، آماده باش. دیگه غیر انتظار بود برام، ولی تا امروز که آمادگی ما دیده بودم دیگه خب دیگه این جایزه رو برات میتونم. ولی بازم میگم که این که جامعه ژورنالیستی اعتماد کرده است به منی که از غیر ژورنالیستی که وارد شدم و ژورنالیستی که یعنی از بخش هنرمندی آمدم و اعتماد کردن مهمترین جایزه‌شون برای ما سازوار دانستن. پس تا حد نهایی کوشش میکنم که این باوری و این اعتماد جامعه ژورنالیستی که شکسته نشود و در این برابر اعتماد و باوری مردم نیست شکسته نشود. تا حد نهایی به این تلاش میکنم. تشکر برای هیئت کمیسیه، تشکر برای اعضای ریاست شورا، تشکر به اون نفرانی که این تصمیم گرفتن. سپاس. من فکر میکنم که از میان آنهایی که برای دریافت جایزه شورای رسانه های تاجیکستان پیشنهاد شده بودند، یکی از ارزنده ترین ها دلیر امامعلی بود که امروز این جایزه را برد. به چند دلیل؟ یکم به دلیل این که در شرایط خاصی که ما قرار داریم با اینقدر سطح بلند اعتماد جامعه صاحب شدن، این خیلی مشکل است و خیلی زحمت میخواد. دوم، جسارت، زحمت و مهنتی که دلیر امامعلی میکند قابل قدر است. از سوی دیگر هرچند مطالبی که او را به این سطح رسانده است در قالب بلاگ نویسی و اصطلاح معمول بلاگری تهیه میشن، ولی او تلاش میکند که در همین قالب هم بعضی استاندارد و معیارهای کسبی و اخلاقی را رعایت کند، مثلا نظرهای دو طرفی قضیه ها را بگیرد و این چیز خیلی مهم است. با این کار من فکر میکنم که شورای واسطه اخبار عامه یک انگیزه داد برای نسل نو که در حل مشکلات جامعه و مشکلات مردم سهم شوند و سهم بگذارند. خب البته گفتن ممکن که انتظار داشتیم ما که همین جایزه به دلیر امامعلی داده می شود. به اون خاطر که خوشبختانه یک سال اخیر نشان داد، مخصوصا یک سال اخیر نشان داد که مثلا درباره ژورنالیستیک شهروندی که شکل میگیرد و بعضی ها با آن مخالفت میکنند، نشان میدهد که در بسیاری موردها از ژورنالیست کسبی که در یا کلاسیکی که در ما از آن زیادتر میگویند حداقل برابر و حتی در بسیاری حالتها پیشرفت‌تر است. مثلا در موضوع فوریت، مخصوصا در موردی جسارت و هرچی کسبی شدنی همان گزارش هایی که از جانب دلیر تهیه می شدن و واقعا هم بحث هایی که مثلا در من همچون اعضای ریاست مثلا ما می دیدیم که چگونه بحث ها پیش میان که آیا همین گونه جایزه را اگر به یک ژورنالیستی به اصطلاح شهروندی می دهیم چی واکنش ها به در خواهد شد. همین بود که مثلا نظر شخصی من و اکثریت هم همین چیز دستگیری میکردن که اگر جایزه اعتماد به دلیر دادن نشود آن به اعتماد میشود. با آن خاطر که ببینید حتی خود مردم خب درباره مثلا اون واکنش هایی که اونا بدر میکنن طریق یوتیوب کانالی دلیر این بحثی دیگر است و مخصوصا این که مثلا با مشکلات اصلی خود مردم مراجعت میکردن به دلیر.
مشکلی هایی که مثلا حالت های بسیار فوق العاده و یک چیز فوری را واکنش فوری را طلب میکرد و از عهده همین گونه گزارش های فوق العاده مثلا دلیر خیلی گفتم ممکن که کسبی در دایره معیار اخلاق کسبی برآمده میتوانست و آنها را پیشکش تماشابین میکرد. یعنی گفتم ممکن که پیش از این اگر چند نفر دیگری هم که گرفته بودن این جایزه رو ژورنالیستان کسبی و ژورنالیستان واقعا هم صاحب اعتماد در بین جامعه از حسابی ژورنالیستیک شهروندی یک نفر دیگر پیوست و این بسیار فعال نیک است تا ما مثلا فهمیده باشیم که یا حداقل باور کنیم که ژورنالیستیک شهروندی هم میتواند که رسالت کسبی ما را خیلی خوب ادامه بدهد. تشکر.